سلام، خیلی خوش اومدید. قرار تو این دوره آموزشی راجع به 3 تا از مهارت خیلی ضروری که آدما توی عصر حاضر باید داشته باشن صحبت می‌کنیم. به جرئت میتونم بگم این دوره به درد 100% آدما میخوره، چه باسواد باشی، چه بی سواد باشی، چه 15 سالته، چه 60 سالته، مطمئن باش این دوره به دردت میخوره. چیزایی که قراره تو این دوره بهت بگم تو رو از ضررهای مالی نجات میده و زندگی تو رو به مراتب بهتر میکنه. خیلی خوشحالم که دارم راجع به این موارد دوره ضبط میکنم و رایگان در اختیارتون قرار میدم. پس لطفاً تا آخر این دوره با من همراه باشید چون قرار خیلی اطلاعات خفنی بهتون بگم. توی این جلسه من میخوام مقدمات رو بگم و از فردا شروع میکنیم راجع به دیتیل این مهارت ها صحبت کنیم، چیزی که در عمل شما باید انجام بدید تا زندگیتون رو توسعه بدید، از اون ضرر و زیانهایی که ممکنه توی اینترنت بکنید مسئول بمونید. مهارت اول کار با دنیای دیجیتال و اینترنته. اول از همه باید اینو بدونی که اینترنت یه شمشیر دولبه است و تو ناگزیری یکی از این لبه هاش رو انتخاب کنی، یا تو رو نابودت میکنه یا ازش استفاده میکنی و زندگیت رو بهتر میکنه. چرا میگم نابود؟ حداقل چیزی که تو ممکنه از دست بدی زمانته. چرا؟ چون الگوریتم ها طوری طراحی شدن که شما رو گیر بندازن. یهو به خودت میای میبینی که 4 ساعت توی اینترنت داری اسکرول میکنی الکی، توی اینستاگرام، توی شبکه‌های اجتماعی، توی صفحات وب. پس خیلی ضروریه که راجبش بدونید. اینترنت یه دنیای بزرگه، یه دانشگاه بزرگیه که بدون شهریه و بدون نمره و هیچ چیزی شما میتونی بری توش تحصیل کنی و چون رایگانه همه فکر میکنن خب خوب نیست دیگه، در حالی که این اینترنت زندگی خیلی ها رو از این رو به اون رو کرده. اگه بتونی ازش استفاده کنی که خب خیلی میتونه مزایای مختلف برات داشته باشه و اگه نتونی ازش استفاده کنی میتونن ازت کلاهبرداری کنن. چیزایی که قرار یاد بگیرید بهت کمک میکنه که اطلاعات فیک رو از درست تشخیص بدی. یهو لینکی برات میاد که لینک کلاهبرداری به اسم سهام عدالت یا هر چیز دیگه ارسال میشه و وقتی واردش میشی ممکنه حسابت بانکیت خالی بشه و یا حداقل چیزی که هست میتونه اطلاعاتت رو برداره و این اطلاعات رو میتونن تو جاهای مختلفی استفاده کنن. مثال میزنم، میتونن صداتون رو بردارن، کلون کنن، یعنی یه کپی ازش بگیرن و برای یه نفری از آشناهاتون هر صدایی که خودشون میخوان ضبط کنن بفرستن و اون آدمه فکر کنه واقعا داره با شما صحبت میکنه و خب کلاهبرداری کنن ازش یا از چهره شما هر چیزی. پس خیلی ضروریه که این اطلاعات رو بدونید، این مهارت ها رو یاد بگیرید و ازش استفاده کنید. چون هدف ما این نیست که فقط بیایم یاد بگیریم، هدف اون اینه که عملگرایی داشته باشیم و بتونیم ازش توی زندگیمون بهره ببریم. یکی میخواد طراحی سایت یاد بگیره، میاد توی اینترنت و میزنه که آموزش طراحی سایت توی یوتیوب یا هر جای دیگه‌ای و خب کلی اطلاعات براش میاد بالا که میتونه رایگان طراحی سایت یاد بگیره. بعد از 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، 1 سال به یه نقطه‌ای میرسه که میتونه طراحی سایت رو سفارش بگیره و خب از یه پروژه یهو مبلغ قابل توجهی میتونه دریافت کنه. ولی خب در مقابل شخصی رو تصور کن که هیچ استفاده‌ای از اینترنت نمی‌کنه به غیر از این که توی شبکه‌های اجتماعی مدام اسکرول کنه و اطلاعات سطحی به دست بیاره که به هیچ دردی نمیخورن و فقط زمانش رو از دست داده. دومین مهارت برقراری ارتباط. این مهارت رو هیچ جا متاسفانه بهمون یاد ندادن و ما ناگزیریم خودمون یاد بگیریم. حالا چرا اهمیت داره؟ مدتی اومدم دبی و خب سطح زبانم تا حدودی خوبه و میتونم ارتباط بگیرم، ولی یه سری از دوستام هستن که اصلا هیچ ارتباطی نمیتونن بگیرن. یا حتی نقطه مقابلش، من خب زبان انگلیسی بلدم، عربی و هندی و اردو و اینا بلد نیستم. خب یه دوستی دارم که این زبانها رو بلده و هر جایی میریم راحت صحبت میکنه، ارتباط میگیره، اگه امتیازی باشه اون قبل از من بهش میرسه. بنابراین مهارت برقراری ارتباط خیلی مهمه. اگه شما مهارت برقراری ارتباط کردن رو بلد باشی میتونید راه 100 ساله رو یه شبه طی کنید. وارن بافت رو احتمالاً خیلیاتون بشناسین، بزرگترین سهامدار تاریخه و میگه که من 80% موفقیتم رو مدیون مهارت ارتباط گرفتن با آدمام، نه هوش مالی یا چیز دیگه‌ای. هر مکالمه‌ای که با آدما دارید اگه آگاهانه باشه میتونه منبع یادگیری باشه. شما از نقطه قوت‌های آدم‌های مختلف میتونی الهام بگیری و در نهایت یک کاراکتری بسازی که خیلی راحت ارتباط برقرار میکنه و خب میتونه پله‌های ترقی خیلی سریعتر از کسی که این مهارت‌ها رو بلد نیست طی کنه. مهارت سوم مهارت تغییر زندگیه. شاید خیلی کلیشه‌ای بیاد ولی
هر نقطه‌ای از زندگیت هستی باید این سوال رو از خودت بپرسی که من امروز چجوری میتونم آدم بهتری باشم. خیلی از ماها توی زندگیمون خب چالش‌های مختلفی داریم، ولی یه سری از این چالش‌ها عبور میکنن، یاد میگیرن. مشکلات مالی رو همه دارن، مشکلات کاری رو همه دارن، مشکلات تورم، اقتصاد رو همه دارن، ولی چه کسایی برنده هستن؟ کسایی که میتونن توی اون شرایط تصمیمات درستی بگیرن و تغییر کنن. روی این کلمه خیلی من میخوام تأکید کنم. چرا؟ چون یه ویژگی انتخابی، اکتسابی، ذاتی نیست. خودت انتخاب میکنی که از اینجا پاشی بری اونجا بشینی. این کارت جواب نمیده، درآمد خوبی نداری، اون بری سراغ یه کار جدید، یه چیز جدیدی رو تست کنی. روابطی که سمی هستن و بهت صدمه میزنن رو میتونی تغییرش بدی. ولی خب چه کسی میتونه تغییر بده؟ کسی که باور داره و میخواد تغییر کنه. چون هستن آدمای زیادی که میان غر میزنن الکی و هیچ تغییری نمیکنن و خب طبیعتاً اتفاق خاصی هم تو زندگیشون نمیفته و تو همون لول میمونن. قسمت اول تا همینجا به نظرم کافیه. من سعی میکنم قسمت‌های بعدی رو خیلی خلاصه تر ضبط کنم که شما راحت‌تر بتونید ازش استفاده کنید. ممنون، میبینمتون تو قسمت بعدی.